امروز صبح مسئله به دست آوردن مبلغ مفت جنایت پیشه و قلابان اینترنتی از تمام راه و اصول و امکانیت‌های تکنولوژی نوین کمیونیکاسیونی استفاده می‌برند. از جمله مقصد آخر به شهروندان جمهوری تاجیکستان توسط تلفنی موبیلی از رقم‌های اپراتورهای داخلی و خارجی تماس گرفته خود را کارمند بانک و یا شرکت‌های موبیلی معرفی نموده رمزهای کارت بانکی را طلب می‌نمایند. نوابسته از تاکیدهای همیشگی متاسفانه باز هستند شهروندانی که با مکر و فریب قلابان باور نموده مبلغ‌های زیادی خود را از دست می‌دهند. در اساس عریضه 2 نفر از ساکنان ناحیه جیهون شهروندان شامادف سفر سالی تولدش 1963 و پسرش شامادف ولی جان سالی تولدش 2000 و یک نفر ساکن شهر دوشنبه مسکینف ویسیدین سالی تولدش 1970 ضمن پیشبرد کارکردهای اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیای ناحیه جیهون یوسف فهلیدین مرادعلیویچ سالی تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی برای دست داشتنش در جنایت قلابی دستگیر کرده شد. یوسف اهلیدین با دمیتری نام شخص شهروند فدراسیون روسیه توسط صفحه اجتماعی تلگرام آشنایی پیدا نموده عاید از همیان بانک الکترونیکی شهروندان جمهوری تاجیکستان مبلغ پولی تصرف کردن و منبعد به صورت حساب خود گذراندن آنها که از این 40% فایده به دست می‌آورد یک جای مسئولیت پیشکی کردند. ما با دامون ناشناس زنگ زدم کد شانه گرفتم اونجا با شخصانی که با من در تماس داشتن با آقای با رسیه با میگذارم باشون بعد آقای مادر 40% مبلغشون میگذارم. در این دوام آنها سنه 2 یولی سال 2024 به تلفن موبیلی شهروندان شامادف سفر شامادف ولی جان و مسکینف ویسیدین زنگ زده صحبت کرده خودشان را کارمند بانک دوشنبه سیتی معرفی می نمایند و ابراز می دارند که از فدراسیون روسیه توسط بانک دوشنبه سیتی برای آنها مبلغ پولی روان کردند و آنها را می باید رقم انفرادی که به تلفن موبیلی همچون SMS پیامک میآید به آنها دهند تا اینکه مبلغ پولی به کارت بانکیشان انتقال داده شود. شهروندان به سخنان آنها باور کرده رقم‌های انفرادی کارت بانکی خود را می‌دهند که در نتیجه از کارت بانکی شامادف 8430 سامانی و از کارت بانکی مسکینف ویسیدین 15400 سامانی با راه قلابی تصرف شده به بالانس رقم‌های تلفنی موبیلی یوسف اهلیدین می‌گذرد. با من زنگ زدن شخصانی نامعلوم با ما گفتن که ما از شرکت دوشنبه سیتی هستیم، برنامه شما 1,500,000 سامانی آماده است، آن را باید به کارت شما گذارونیم، نمره کارت را گویید. بعد من نمره کارت را گفتم نمره کارتم همین رقم ها است. بعد گفته که یک کد میاد اون کد را گویید، سوم در کارت شما میگذارد. سوم کد رو که گفتیم بعد چند پس دیدم که کارت زبدکی را شده. بعدا یک روز پس رفته کارت رو پیش متخصص رفته کارت رو هوی کرده دیدم که 8430 سامان نیستند. ما هم خیزم میزدیم میدیم که اگر که بالانسی شامستشون در پله سیمان میداریم. با این کردارشان این جنایت پیشگان به شهروندان ضرری مخصوصا کلان رسانیدند. عینی زمان نسبت دستگیر شده یوسف اهلیدین در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. وابسته به این حالت بار دیگر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان شهروندان را آگاه می نماید که احتیاط کار باشند و به دام چنین خلابان نیفتند.